جان عزیزم، 3 چیز است که قدر و قیمت میدهی. 3 چیزی مهم. از همه مهمش ایمان است. در وقت آخری زمان ایمان به مانندی قوری آتش است، آن را به دست داشته نمی شود. اگر آتش را پرتوی از ایمان میمانی، در دستت داری میسوزی. دویم این جدا شدن است. این کار شوخی ندارد، لیکن انسان یک راه انتخاب میکند و به این راه میدراید. وقتش میشود میفهمد که راهی درست نبوده است. آهسته آهسته نه. بعد میگوید که مادام که به این راه در آمده ایم کمتر راه گردیم. نه بعد به هر یک قدم ناحقی هم راه میشود. عقل نمیداند که جدایی یک چیز جدی است که شوخی ندارد. لیکن انسان آیله داری را بازی داند. چی میشود؟ چی میشود اما که قربون؟ در زندگی برای بازی کردن نآمده میگوید به آدم آقای دکتر نگاه کن، اینجا مکانی تو است. در اینجا مگر بازیگری می شود؟ خدا ما را برای کارهای مهم روان کرده است. خیلی چیزهای مهم هم داده است. در انسان عشق و وقت را کشتن چی است میدانی؟ همه وقت میگفتید که کسی از اول خطا کند تا آخر خطا می رود. من نمیگویم، دیگرها نوشتن، من خوانده نقل میکنم. 3مش نکاح هست پسرم. با این 3 چیز بازی نمیکنند. با دلی زنها هیچ وقت بازی نمیکنند. دلی زن به مانند موی سبک است. کمی شمال مهربانی بیند به هوا میپرد، لیکن در اصل خیلی مستحکم است. اکنون چی کاری کنی فایده ندارد. آفرین به تو زنم، خیلی تجربه دار هستی. راستی نمیدونستم که اینقدر هنرمندی خوب هستی. اول اومن رو از دستم گرفتی، اکنون برای جدو نشدن نغمه بازی میکنی ها؟ تو خطا میکنی. خطا میکنم؟ تو چه ها میگوی زنم؟ از حبس میترسم گفته از پلیس گریخته گشته ای. برای اومن رو از دست ندادن باز چی نیرنگی میگوی؟ سرما برای چی من رو عذاب میدی زنم؟ من به تو چی بدی کردم زنم؟ چی بدی کردم؟ بس بودگی من دیگر نمیتوانم. بس است، بس است، بس. هاشم چه شد صدقه؟ با ثروت پیشتر بر این بچه ها نفتیده باشده؟ خدایا صدقه، نبیره من دیوانه است که به یک چند 2 بار رفتد. وای نبیره بابای عجیبه. از کجا دانم؟ ناخواست همان چاه به یادم آمد. خس کنی صدقه، کفتن را دوام دیم. من زحمت نکشید مادر جان، وای رفت. رفت؟ من فکرم با دختری بیچاره یکون چیز گفتی که رفت. چی شد؟ چی واقع؟ چی میشد حمزه؟ تو میوی گفته برایت خوراک تیار کرده بودم، بیا خور. اشتها ندارم حلیمه، اشتها ندارم. چی شد حمزه؟ چرا طبعت خیره؟ کارهای کرده فکرت مرا دیوانه میکند. شبان زن رو همراهش به خونه آورده است. باز وقتی که علیه کودکاش رو گرفته برای آشتی کردن آمده بود. این بچه دیوانه شده است، تماما دیوانه شده است. چه شد با این آیله؟ چه شد؟ همه شایب من. امانت پدرم رو صاحب کردن نتوانستم. به وعده دادم وفا نکردم. اویله عدلی ها در نزد چشمم پراکنده می شود و من هیچ کار کردن نمی توانم. خدایا حمزه آروم شو، آخر گناه تو چیست؟ تو گپ نزن حلیمه، گپ نزن. алло, او همش رو میدوند. او رو باید نگاه داریم. اگر گپ زند هر دویمان نابود میشویم. ترسوندم، لیکن باز هم با او باوری ندارم. حاضر با او گپ میزنم. این کار رو باید حل کنم. دیوانه است، معلوم نمیشود.
خیر دخترکم، تو بگو جون دخترکم. اویله علیا ویرون شد، سنم رو هم دیدی. بس تو یک اویله رو ویرون نکنی دخترم، وگرنه پدرت. مادر جان بس است. وای خدایا، تیمور جان پسرم، تو اینجا بودی؟ صبحتان بخیر مادر جان. صبح بخیر سلما. صبح بخیر پسرکم. من به شما نگفتم مگر من در همین نزدیکی های شما خانه خریدم. اوه راست میگویی، چقدر کاری خوب کردی. مبارک شود، همسایه شدیم همین خیلی. با خدا از من دیده سرما بسیارتر خوشحال شد. همین تمنه دخترم. وای ببخشید رفتنم لازم. سرما من هنوز امید دارم. امیدت را گم نکن پسرم، من او را راضی میکنم. تو اصلا غم مخور. عمر با تو گپ زدن میخواهم، وخورده میتوانیم؟ مایلش سرما البته. خوب تو رو در باغ انتظار میشوم. مایلش. چی شد سرما؟ چی گفتم میخوایی؟ اکنون با هم دیگر همین خیل مثل بیگانگان مناسبت میکنیم عمر. وقتای آخر به تو نگاه میکنم و نمیشناسم. میخواهم دانم که آن عمری که مرا دوست میداشت کجاست؟ جوابش معلوم است سرما. مرا گناهگار میکنی که عوض شده ای. لیکن تو چی؟ آن آدمی که از کجا آمدنش معلوم نیست به تو نزدیک شدن میخواهد. عمر مگر تنها من گناهگارم؟ مگر این من خطا کرده خانه‌دار شدم؟ من هم پدر و مادر دارم. آنها هم مرا خانه‌دار کردن میخواهند، مرا خوشبخت کردن میخواهند. میفهمی؟ در این خیل جایها با آوازی بلند گپ نمیزنند. آدمان نادرست میفهمند. کسی که چه خیلی که میخواهد فهمیدن گیرد عمر. مادامی که نیتت مثلا خوبی کردن بود، برای چی به من نگفتی؟ ترسیدی که رفتم به همه میگویم. نخود من همینقدر از باوریت بر همه آمده با ما باشم. نگاه میکنن. در این باره بد گپ میزنی. نه عمر، بد گپ نمیزنیم. تو مرا گناهگار کرده خودت رو بیگناه میبراری. میدانی عمر چی فکر میکنم؟ شاید در اول پسندم از روی رحمت خانه‌دار شده، بعد همش عوض شد. کی میداند؟ شاید با یک دیگر عاشق شده باشید و دیگر جدا شدن هم نمیخواهید. همین طور نه؟ چونان گپ میزنی که گویا مرا نمیشناخته باشی. این خیلی باشد با من خطا کردنم رو اثبات کن عمر. اثبات کن که من حق نیستم. اگر با من اثبات کردن نتوانی معلوم میشود که من حق هستم. من چه خیلی که پدر و مادرم میخوان همون خیلی میکنم. رابعه، علیا، چی شد؟ بابا جان پسرم ثروت از خانه گریخت. همه جا را دیدیم نیست. به اینجا نامده است. ندیدم نامده است. صبر کنید همراه میکابیم. آرام شو دخترم، او را البته میابیم. غم نخورید انشالله میابیم. در محل است. کجا میره؟ کاری کرده ای پدرش رو دیده بیچاره بچه دیوانه شد. این فکرت ابله با چی کار کرد؟ رفتیم اکا، رفتیم. شکمت رو سیر کن. جوی خوابت رو تیار کردم. وقتی که شکمت سیر شد براحت خواب میکنی. جانم، شما خیلی خوب بسته دپر جمیله. کاش که بچه هایتون زنده می بودن. بچه های من زنده اند، زنده. آوازت رو نبرار. تو رو به هیچ کس نمیدی. آوازت رو نبرار. فهمیدم.
اپای جمیله دف شو از اینجا دف شو خوشو دف شو برای با تو گپ زدن اومدم. تشکر به شما مادر جان. با اشتیایی تو. خدایا دخترم آمده است. خوش آمدی. آقای تیمور آمده است. میشنوی؟ این دختر همه وقت گریه میکند. گپ مادرش را گوش کند خوشبخت میشود، لیکن گوش نمیکند. اپا جون با اکای عمر گپ زدید؟ گپ زدم. باید گفتم که اگر مرا دوست داری اثبات کن. عمر مرا دوست نمیدارد. نه، وای سنم را دوست میدارد. را دوست میدارد. بیعقلی نکن اپا. آقای تیمور هم زود زود به خونه میآید. گوش کن اپا، باز به گپای مادرم باور کرده روزی نشوی. اکای عمر تو را دوست میدارد، فهمیدی؟ دوست میدارد. باز یگان بیعقلی نکنی. همه‌اش رو میدانم برای چی تو به این محله اومده ای. با وای آدم چیکار کردنت رو میدانم. همه‌اش رو میگویم، نمیگذارم که اویله رو ویران کنی. فکرت کی بودن تو رو فهمد؟ اگر فهمد تو رو میکشم زن بیعقل. ما برای این کار چند ماه تیاری دیدیم. فکر میکنی که با تو اجازت میدیم که نقشه رو ویران کنی؟ تو کی باور میکند؟ اگر این کارو کنی تو رو با دیوانه خونه جای میکنم. به اون جای میخوایی؟ با اونجا رفتن نمیخواهم. نه این خیلی باشد. زبانت رو نگاه دار، گوشهایت رو محکم کن، چشمانت رو پوش. فهمیدی؟ باز بچه ها رو هم فکر کن. با اونها ضرر دادن نمیخواهم. زنی بر اپا جمیله رو سر دیه دمت رو گیر. یعنی همش رو شنیدی. سر دادی سرم رو از اینجا. ما یک دیگر رو چنان دوست می‌داشتیم که زوری هیچ کس به جدا کردن ما نمی‌رسید. میدونی سیده، در مکتب همسینفه ها با یک دیگر شرط می‌کردند که من را از عمر جدا می‌کنند. برای عشقمان رو سنجیدن خیلی نیرنگ‌ها ها بافتند. میدونی چی شد؟ از اون نیرنگ‌هایشان هیچ چیز نبرآمد. من به آنها گفتم که زیر شما به جدا کردن من عمر نمی‌رسد. کاش که همان وقت این گپ را نمیگفتم. پشیمانم سیده. چرا این گپ را گفتم؟ چرا همان وقت گپ را کلان زدم؟ چرا همان وقت این خیلی گفتم؟ چرا ندیدی چی شد؟ او را از من جدا کردم. آروم شد. ما را از دست این دیوانه خلاص کنید. یاریدید. سروادار درونه برای او را گرفتم به اینجا آمده، لیکن با من دادن نخواست. احوالم را بینید. با من چیکار کردید؟ مادر جان من یکان کاری بد نکردم. من او رو خواستم محافظت کنم. کودک خودش به نزد من اومد. بیشترم تو گریزانده. وقتی که آمدم کودک را بوغی میکرد. دروغ نگوید. رفتیم پسرم، رفتیم از اینجا. علیا کودک را از اینجا برار. شما خیلی زنی بد هستید. میدونم پسرم. زنی بد است مادر جان. خیلی بد است. رفتیم تقوازی. فکرم رفتیم از اینجا میترسم. به خدا یکان کار نکردم. دیگر این خیلی نخون. پسرکم از ترس قریب ما رو میکشتی. وای زنی بد پدرم رو فریب میدید. اپا جمیله همش رو گفت. شنیدم. وای زنی بد است. میدونیم پسرم. وای زنی بد است. خیلی بد است مادر جان. خیلی بد است. با صدیقه زن که او رو یافته. مایلش مادر جان زنگ میزنم. مرا قریب میکشت. فکرت خیلی ترسیدم. اپای جمیله دیوانه شده است. ثروت رو با یک عذاب خلاص کردم. نگاه کن هنوز دست و پایم میلرزد. شکر که تو هستی فکرم. حیف با تو. این اویله رو ویران کردی. کودکا رو پریشان کردی. دیگر با چشمم ننمو. سلام نده و مرا امک نگوی. امک؟
با زندگی من کاردار نشوه. تلفنت هاشم. الو روی افتید. مایلش تشکر. یفت ثروت رو. صدقه ثروت رو پیدا کردن. با خانه بروند. خدا را شکر، من هر چیز زودتر باید او رو بینم. ایسا با کجا میروی؟ بگو شدکرام پگاه میبینی. من باید زود رفتن بیرام رو بینم. کمی دم گیریم و ببینی اما یکون چیز خوریم. یکو خورنده گرسنه ماندم. تو کیسر بودی؟ حاضر وقتی خوردن است مگر؟ گرسنه ماندن وقت و ساعت ندارد. میگویند که کسی که بسیار میخورد 10 معده دارد. 9 تاش از شیطان، 1 تاش از خودش. باور نمیکنم. تو چه میگویی صدیقه؟ تو من رو میترسانی ها؟ باز میگویم که یک آدم اگر این قدر بسیار خورد در گرد و اطرافش 9 تا شیطان پیدا میشود. فهمیدی هاشم؟ صدیقه پدر جون من تیار میکنم. تشکر دخترم، تیار کن. چخلی که میگوید مریم سیر مر. فکرت به این زن بگوی با کارهای من کاردار نشود یا این که او رو از نظرم دور کن. دنیا سوزد پروا ندارد. یک چیز دارد، شکمش. کورستی مگر هاشی در این خانه ماتم است. کجایم نتیره های زیبایی من؟ صدیقه با خدا مرا بیزار کرده. با تو گفتم که گرسنه هستم، خوردن میخواهم، میفهمی؟ با مور گفتن که مرده است. آخر تو نخواد نفهمی همین را. صدیقه جان، آقا جان برای چی خوب نمیکنی؟ مرا گوش نمیکنن. وای زنی بد پدر و مادرم رو جدا کرد. پگو جدا میشوند هرگیز دیگر به خونه بیبی و بابایمو نمیروه. گریه نکن آقا جان، گریه نکن. گریه نکن آقا جان، گریه نکن. آقا جان گریه نکن. گفتیم باز گریه نکن. گریه نکن. اوه هاشی مرا بیزار کردی. هر شب همین خیر. صدیقه این رو جمع کن، صدیقه اون رو جمع کن. عاشقان رو خواب میبرد و گرسنه رانیه. با خدا اگر در خوابم یکم چیزی خوردنی بینم تو رو میخورم. ای بای چی شده؟ در آنجا کسی هست؟ فکرت بودگیست. آنها با اتاقای الهیده در آمدن. این صدا از اون خانه میوید. هاشم کنی رفته یک خبر گیر. خیز. صدیقه با خدا دیوانه شده ای. مایلش میرویم. لیکن وقتی که به آشخانه می درایم یک چیز بخورم. خور هاشم خور. هیچ کس نیست صدیقه. صدای شنیدی؟ صدای شکمم بود.
که باشد برای چی در آن جمعه سیسود بیا. آمدم صدیقه آمدم. من میترسم. نترس آمدم. جمیله تو همش رو میدونی با جدا شدنی آنها تنها تو ما نشوده میتوانی، چون که تو همش رو میدونی. رفته با پدر و مادرشون گپ زن جمیله و شیطان رو دفع کند. میدونی اگر پدر و مادرشون جدا شوند کودکو خیلی گریه میکنه. جمیله رفته گپ زن. نترس جمیله و شیطان رو دفع کند. رفت جمیله. ایشیل حالا هم تیار نیستی؟ تیارم فکرت. الو باید یک حشرات رو نیست کنم. هر روز بخیر مریم. ایشیل خدا حافظ. صبح بخیر. تو با کی گپ زدی؟ وای دوگانم مریم. بیا رفتیم. فکرت لابای مادر. پسرم بیا هنوز دیر نشده از این زن دست کش. من با علیا گپ میزنم. بس مادر وای مسئله اکنون تمام شد. صدیقه چی شد هاشیم؟ داد نزن موازت میگیرد. این احوال را بین صدیقه، این احوال را بین. کسی به آشخانه در آمده همه خوراک ها را خورده است. من به تو نگفتم که شب به خانه دوست در آمده بود. پلهایم را گرفته باشم من میمونم. پل جان ای خدا جان در همین جا است. نه در همین جا جان های من نازنین خود مرا کسی کار داشته است. نیافته صدیقه خدا جان همه چیز امتحان داره. تو هم با این آدم را امتحان میکنی. میدونم آیلم ویران میشود. فکری هاشیم در پول هستم. این پول های دست خدایا از اون بار توبه قریب که خودم را گناهگار میکردم. خدا جان توبه. نقل میکنم همهاش رو نقل میکنم. کودک ها رو خلاص میکنم. خانهشون ویران نمیشود. نه ویران نمیشود. اگر مرا به دیوان خونه برد چی؟ اگر بچه ها رو کشد چی؟ نه به این طاقت ندارم. اول به نزد مادرش میروم. به او گپ میزنم. به من باید باور کند. رفت جمیله نترس. به تو باید باور کند. رفت جمیله نترس آخر بیرفت. آه دخترم خیلی زیق شدم. امروز جدا میشوید. شاید باز فکر میکنی. تیار هستید مادر جان؟ تیارم دخترم. من میکشایم. بیایید مادر جان میرویم. من یکون چی نفتم. التماس من رو به دیوان خونه نبرید. با بچه ها یکون کار نکردم. التماس من میرویم. انا نگاه کنید. من رفتم. خدایا من رفتم. رفتیم دیر نمونیم. رفتیم دخترم. آهاشیم همه وقت غیر از شکمت دیگر از هیچ چیز خبر نداری. آدم نه بیره‌هایش را فکر میکند نه فرزندهایش را. چیزی که نباشد برای او میپزه. برای چی من به اینجا فرمادم؟ اینجا هم نیست. در کجا باشد؟ برای چی فرمادم؟ خدا. صنم
санам духтарам санам духтараки бадбахта санам натарс духтарам ин манам яъне дузди ошхона ту будаи падар туро набина духтарам ки медонад чӣ мешавад духтарам санам худатро нишона де духтарака ҷонам санами зебоя ҷамила боз тарсидӣ боз хеле тарсидӣ мегурезӣ метавонӣ хайр ҳайф ба ту ҳайф лекин бачаҳо гирья мекунад онҳо хеле зиёд мешавад гуфта натавонисти ҷамила натарс ҷамила агар мурям ба девонахона баравам кӯдакҳо гирья накунанд падару модарашон ҷудо нашаванд рав ҷамила кӯдакҳоятро соҳибӣ накардӣ мурданд ҳеҷ набошад ин кӯдакҳоро соҳибӣ кун рав ҷамила натарс охир бирав зиқ нашавед ҳамаш хуб мешавад модарҷон иншоаллоҳ писарам ман шуморо интизор будам чаро дер кардед ғам нахӯред ҳамашро ҳал мекунем кӯдакон бо шумо мемонанд ба ман бовар кунед чунки ҳамаи далелҳо ба фоидаи шумо ман ба шумо хонум алия дар мурофиа чӣ гуфтанатонро мегӯям ман туро ҳамчун бародар медонистам лекин ту чӣ қадар одами паст будаӣ чӣ қадар одами бешарму беҳаёу беномус будаӣ бас кун рав аз инҷо маро асабӣ накун дуо кун ки ту хеса наметонӣ вагарна фикрат шуд фикрат рав аз инҷо дуо кун ки ман ба пой хеса наметавонам вагарна медонисти ман ба ту чӣ кор мекардам абла номарду фаҳмиди фикрат аром гӯш кун шавҳаратро ба вай наде ҷудо наша вайзан каждум аст охир илтимос апаи ҷамила маро роҳат гузоред ман қарорамро додам тир аз камон баромад хомӯш аз шавҳарат ҷудо нашав вагарна чизҳои бад мешавад корҳои бад мешавад шардиҳед маро ҷамила баро сарди бас ҷамила ҷон рафтем писарам рафтем маро девона мегӯянд лекин ман ҳамашро медонам маро метарсонанд ки нагӯям лекин ман мегӯям ба ту мегӯям гӯш кун бас апаи ҷамила ман ба берун меравам сидиқа медонӣ дар хона барои ман хӯрок нест маълум гурусна ба кор рафтан хеле мушкил чӣ хеле ки мегӯянд одами гурусна мисли саги девона сидиқа ту барои чӣ хел истодаӣ чӣ шуд чиз ҳошим ту рав ҳошим рав ҳошим рафт дар хона ғайр аз мо дигар ҳеҷ кас нест кани гузар шин духтарам шин кани дар ҳамин ҷо будиву ман туро надидам духтарам чӣ кор мекунӣ духтарам акнун ҳама вақт ҳамин хел пинҳон мешавӣ намедонам модар намедонам ақлам кор намекунад ман ба ту кӯмак мекунам духтарам дилам дар ҳабс будани туро намебардорад ту натарс духтарам дар ин ҷо будани туро ҳеҷ кас намефаҳмад гурусна мондаӣ либосҳоятам ифлос шудаанд ҳоло ки дар хона ҳеҷ кас нест рафта обозӣ кун либосҳои тоза пӯш ман ба ту хӯрок мепазам ҷонакам не модарҷон ба ман телефон лозим телефон ба кӣ занг мезанӣ ба умар як занг занам худо мегӯям даъвогар алия адалӣ ҷавобгар фикрат адалӣ оғой адакат ин корро ба зудӣ ҳал кунед майлаш хонум шумо роҳат бошед
الو سنم در کجایی؟ مایلش سنم حاضر می آیم باز به یگانجا نروی مرا فهمیدی حاضر می آیم التماس سنم تمام سرما салом апа саида дар ин ҷо як кор доштам туро ҳам як бинам гуфтам ҳамроҳ ба хона меравӣ апа боз чӣ шуд бо акай умар гап задӣ бас кун саида бас кун дар ин мавзӯъ гап назан دخترم خوب هستی؟ خوبم مادر جان تنها برای بچه ها دلم میسوزد لیکن چه گویم من خیلی راحت شدم همه‌اش خوب میشود دخترم میدونم مادر جان خیلی کوشش کردم خیلی طاقت کردم من هم نمیخواستم که این خیلی شود میدونم دخترم از او داشت نبر اومدی جمیله نبر اومدی نمیگذارم ایشی بازی تو رو ویران میکنم نگاه کن اکجا نگاه کن لونه پرنده مادرش برای بچه هایش خوراک جمع میکند بعد کمی آنها را سرو میکند بعد بچه هایش کلان میشوند همین خیلی خوب رفته؟ بله خوب رفته پدرشون در کجا باشد؟ به فکرم برای خوراک رفتگی چقدر اوله خوب همین طور نه؟ بله خیلی اوله خوب اکا جان چی کار میکنی؟ اکا جان نکن سراب نکن آنها رو ویران نکن اکا جان نکن آنها رو نکن خدایا نگفتم ثروت بچه ها زود با مدیر خبر رسونید او رو بیمارخانه میبرید بلش مالیما رفته بچه ها رفته ثروت همشیره کمک کنید دکتر رو جیغ زنید زودتر به اینجا زودتر بیارید زودتر با اتاق تاجیکان هالادی و خدمت تاجیک تقدیم می‌کند. برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان فستیوال آزمون ایجادی و دوستی نسل نورس پایتخت تحت عنوان غنچه‌های استقلال بهترین سراینده بهترین رقص ملی بهترین رسم ملی با غالب جای یکم جایزه رئیس شهر دوشنبه و روخت و ترکیه با غالب جای دوم نوتبوک با غالب جای سوم تلویزیون سرپرست کل کاخ جواهرات عقیقه سرپرستان اطلاعاتی قبول کمیسی از 13 اپریل تا 25 اپریل سال 2011 سروغه رودک ششقه آشوده یکم مرکز سودای مرمریان نزد صدبت бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед.
барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхо мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. Телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. фикрат, ту ки будани он занро намедонӣ, мефаҳмӣ? Намедонӣ? шумо чиё мегӯед? дар бораи ишир ҳама чизро медонам. зинҳор ба ӯ хонадор нашав, ки пушаймон мешавӣ. чӣ? ман рафтам. девона ба ту чӣ гуфт? гуфт ки ба ту хонадор нашавам. ин вақтҳо хеле чизҳо мегӯяд. бале рост, аммо худоё, як девона аст. ба ӯ аҳамият надеҳ. биё ба хона равем. мо ба беморхона намеравем барои санҷиши хун. рост, барои омода шудан ба тӯй рафтем. сарват, писарам дар куҷост? дар утоқи оғои Умар. хавотир нашавед. ҳозир духтур ӯро табобат мекунад. ором шавед. шуд духтарам, ором шав. шумо модараш ҳастед, ҳамин не? чӣ шуд ба писарам? чӣ шуд? балонаи парванда санг партофт. санг омада ба сари худаш зад. лекин шумо зиқ нашавед. ҳамааш хуб мешавад. сарват ихел бача нест. вай мӯрчаро озор намедиҳад. духтарам, ором шав. баъзе ҳодисаҳо метавонанд ҳамеша рафтори бачаҳоро дигар созанд. шояд аз шавҳарам ҷудо шудам. шояд барои ҳамин бошад. холаи робия, маро ёд надоред? ман рӯё бо ёқуб дар як синф мехондем. падарам муаллим буданд. албатта рӯё. худоё, худоё, ин қадар калон шудаи хуб ҳастӣ. шукр. шумо апай алия. ёқуб дар бораи ту нақл кард. ӯ гуфт ки ту дар инҷо муаллима шудаӣ. бале, медонед мо бо сарват бисёр ҷанҷол мекунем. модарҷон, сарват писарам. ягон чиз нашудааст, натарсед. ҳамааш хуб аст. ба зудӣ мегузарад. сиҳат мешавад. ғам нахӯред. писарам, бубахшед, мо барои никоҳ кардан бояд аз ташхис гузарем. ба куҷо муроҷиат кунем? марҳамат, ба инҷо гузаред. утоқи дасти чап. ин қадар саросима ҳастед? беахлоқ. дафшав. алия, бас кун. ба ту гуфтам бас кун. дигар шуморо набинам. ман туро мехушам. фикрат, нигоҳ кун, фикрат, нигоҳ кун. чашматро аз ман накан. нигоҳ кун, нигоҳ кун. ин чашмҳо туро дӯст дошта буданд. фикрат, ба инҳо нигоҳ кун. барои чӣ чашмонатро аз ман мегурезонӣ? барои чӣ нигоҳ намекунӣ? фикр накун ки ҳоло барои ин чашмо ту қадре дорӣ. ҳамаш дар гузашта монд. дар гузашта онҳо ба ту ҳайрон нигоҳ мекарданд. лекин акнун дар назари онҳо як ҳаромӣ ҳастӣ. бегоҳ барои ба хонаи мо омадан иҷозат пурсида будед. модарам ҳам аз омаданатон хеле хурсанд мешавад. бегоҳ шуморо интизорем, оғои Теймур. рафтем. ба худо апа, ту девона шудаӣ. шуморо интизорем гуфтанат чӣ маънӣ дорад? апа, маро мешунавӣ? ба ман кордор нашав, Саида, кордор нашав. духтарам, чӣ шуд?
رو خیلی رنجوندم مادر. عمر رو خیلی رنجوندم. از برای من خیلی عذاب کشید. یک مرتبه هم رو خوشبخت نکردم. بلوی سرش شدم. بله، دیگر چاره نیست. تمام. دخترم تو تسلیم میشم. دیگر راه نیست. با عمر گپ زده تسلیم میشم. بعد جدا میشویم. دخترم فرض دیگر راه نیست مادر. فرض کردیم که جدا شدی، بعد چی میشود؟ بعد چی کار میکنی دخترم؟ تو این رو فکر کردی سنا؟ من خودم رو سرشته میکنم. دلت رو مجبور کرده نمیتوانی، چشمانت رو پنهان کرده نمیتوانی. دخترم، جان و جگرم، خودت نفهمیده موندی که چخیل با عمر عاشق شدی. همون خیل گپ زد دخترم. دلت رو گوش کن. شید من حاضر. خوش آمدی عمر، خوش آمدی. چی گفتی؟ راست میگویی حلیمه؟ بخیر شود. دیگر چی گویم؟ عمر، چی شد مادر جان؟ امروز برای خواستگاری سرمه می آیند. کی؟ یک جوانی که نو به محله آمده است، آقای تیمور. کسی آمد؟ شد علی ازیغ نشو، کاری شده شد. بعد همه این کارهایش از فکرت دیگر خوبی رو انتظار نشو. رویا خوش آمدی دخترم. رویا آمده است؟ رویا خوش آمدی. سلام یعقوب. یعقوب اجازت میدهی که گذاری؟ بخشش. مرحمت. گذار دخترم. مرحمت. خوش آمدید معلم. خوش باشی. وای گفتم ثروت رو یک خبر گیرم، برای همین اومدم. چی حال داری؟ خوب هستی؟ خوبم معلمم. مرحمت شین دخترم. خوش آمدی. خوش باشی. دخترم رویا، تو هم کلان شده معلمه شده. وقت چقدر تیز میگذرد. دیر هم موندی سنم. باید دیروز تسلیم میشدی. مایلش تسلیم میشوم عمر. تسلیم میشوم. گفتم کو میبینی آزاد میشوی. ینگه فیردوس رو تو نکشته ای. پلیس رو هم تو نکشتی. حقیقت روی آب میبراید. ادوکت خوب میگیریم. تو غم نخور. سنم عمر پسرم، بیا به اینجا شین، به تو یک چیز میگویم. میدونی سنم برای چی میگریزد؟ میترسد که به تو میماند. پسرم از تو جدا شدن نمیخواهد. تو رو دوست میدارد. به تو عاشق شده است. نمیبینی؟ یگانه چیزی که میخواهد این تویی. برای همین از حبس میترسد. آخر در جایی که تو نیستی بودن نمیخواهد. چخیل عاشق شده است، خودش نفهمیده مونده است. سنم تموم. میتوانیم رویم.
من تیارم. چقدر در خجالت مونده بودم. چای نوشید بچه ها. تشکر به شما. میدونی دیر شد، من اکنون روم. باز کمی می نشستی دخترم. من تو رو گسل میکنم. خودت رو عذاب نده. ببخش، من نمیخواستم. هیچ گپ نه. عادت کردم. خداحافظ. خداحافظ دخترم. باز بیو میلش. خداحافظ میلش. چی شدی شیر؟ وای نه با یادم اومد. با همسایه پیشینه‌ام وعده داده بودم. گفتم میدرایم. یک چیز با اون میدادم. زود میایم. تو به خونه رم. اگر خواهی همراه میرویم. نه تو رو. من از پست میایم. آخر التماس فکرت. سعیده دخترم، شیرینی ها تیار شدند؟ شد مادر شد. خدا و تو هم آقای تیمور بری شوهر دید دخترم. از این هارونی بی پولی بیکار خوجا چی میگیری؟ عقلی سرما در آمد. دختری خواندگی دیگر است. سرما عقلش را کار فرموده توانیست. خدایا چنان در هیجانم. حلیمه چرا در هیجانه؟ سراسیمه؟ چرا در هیجان نباشم حمزه؟ در این خیل روزی خوشبختی دخترم سراسیمه نشوم کی سراسیمه میشوم؟ این مهمان کی میاد؟ سرما تو چه خودکشی کردنی هستی؟ بله سیده، خودکشی میکنم. سنم با بهانه خودکشی عمر رو از دستم کشیده گرفت. اکنون نوبت من. یعنی میبینیم که عمر مرا هم خلاص میکند. اگر در حقیقت دوست دارد آمده مرا خلاص میکند. ببخش عمر، تو رو خیلی عذاب دادم. من چرا تو رو باید عذاب دهم؟ چرا باید تو عذاب کشی؟ شد سنم شد. حاضر وقتی این گپ ها نیست. همش خوب می شود. اکای عمر اگر حاضر اومده یکون کار نکنید سرما با تیمور نامزد می شود. التماس زود بیایید. سعیده. عمر نمی رویم. تمام رفتیم. دخترم خدا نگهبانت باشد. نترس میلش، همش خوب می شود. دختری بدبختتان رو ببخشید. بخشیدم جانم. دخترکم
خدایا دخترم رو در پناهت نگه دار، او رو خوشبخت کن. ها؟ تنها آمدی؟ ایشیل کمی کار دارد، حاضر می آید. акай Умар, илтимос омада ин духтари девонаро наҷот диҳед. ту бо телефони ман чӣ кор мекунӣ? ҳеҷ, нигоҳ мекардам. در اینجا چیکار میکنی؟ عقلت را خورده ای مگر؟ کارهای تو هم خوب میروند؟ برای چی آمدی؟ نباید ما را یک جا بینند. آمدم که به تو موفقیت گویم. همش از روی نقشه میرود؟ بله جانم، به من همینقدر باور دارد که از این زیاد باور کرده نمیشود. آفرین به تو. قدمی اول تمام. قدمی دویم خانه‌دار شوی تو به فکرت. قدمی سوم زمین لرزه. در عدلی ها زمین لرزه می شود. تا آنها را نابود نکنیم از این محل نمی رویم. یک به یک سرهایشان را می گیریم. سر یکم را تو گرفتی. آفرین. به نزدیکی همه مال و ملک آقای هاشم را صاحب می شویم و من برای سری دویم را گرفتن می روم. مرا انتظارم. مشکل بود لیکن به فکرم خانم سرمه راضی شد. لیکن من چنین حس می کنم که آنها گویا مرا می شناسند. اکنون را باز نبینند. این خیلی باشد به تو موفقیت. توجه. دروغ. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نون تو شکستگی. مردم چی میگویند؟ همش نقص میشد. خورشید جان، ایش چیز. این خیلی نمیشود دخترم. میدانم که حیرانی، چیکار کردنت رو نمیدانی. لیکن ما با مادرت قرار دادیم که تو رو خانه‌دار کنیم. تو ما رو گوش میکنی دخترم؟ گوش میکنی؟ بله پدر. تو دیدی عشق علیا و فکرت با چی انجامید.
هیچ قویله رو مستحکم نمیکنن. اول باوری، بعد حرمت لازم. اگر اینها نباشند عائله ویران میشود. باور کن ما پدر و مادرت البته پیش از همه خوشبختی تو رو میخواهیم. باور کن دخترم، بغیر از این میخواهیم به شخص و شوهر برای که ما با او باوری داریم و خیلی حرمت میکنیم. پدر عشقت رو فکر نکن و تو همچون پدر مصلحت میدیم. عقلت رو کار فرما، نه اینکه دلت رو. ما میخواهیم که عائله خوب برپا کنی، عائله که در آینده مثل عائله فکرت پراکنده نمیشود. مرا فهمیدی؟ حمزه مهمان اومد. بیا رفته یک جای پیشواز گیریم. سیله در کجاست؟ چرا نمیتابد؟ آمدم پسرم، آمدم. آمده پسرکم، خوش آمدی. خوش باشد مادر جان. مرحمت درو. چرا ایستادی؟ عمر، میخوام یک چیز رو دانی. چی رو؟ تو رو دوست میدارم عمر، تو رو خیلی دوست میدارم. اکنون از تو جدا شدن نمیخواهم. تو رو نبینم میمیرم. التماس مرا مجبور نکن که تسلیم شوم. التماس تا بیگناه بر اومدنم در یک آنچه مرا پنهان کن. التماس عمر، من بی تو نمیتوانم. акай умар зудтар рафтем. агар наравед сурма таклифи оғои темурро қабул мекунад. илтимос рафтем ака. шумо маро мешунавед акай умар, зудтар шитобед. рафтем. сурма ягон беақлӣ накарда ӯро нигоҳ доред. зудтар акай умар. рафтем. عمر، این تنها یک آرزوی من بود. تنها یک آرزوی من بود. ببخش. رو به نزد سرمه رو. التماس. من خودم رفته تسلیم میشم. التماس عمر، یک دیگرمون رو فریب ندهیم. تو سرمه رو دوست میداری. قرار دادن بین عقل و احساس ایستادن است. حقیقت را یافتن و عشق از دست ندادن. بس کن شیطان، بس کن. در کجایی عمر؟ بیا مرا خلاص کن. سرما دخترم به اینجا بیا. تیمور تو را انتظار است. حتی انگشتری نامزدی را آورده است. زود میپوشد. این صدای در بود مادر جان. دخترم تو چی خواب میبینی؟ باز چی خیل در؟ کنی زودتر به اینجا بیا. مایلش عمر، یعنی به مردنی من راضی هستی؟ مایلش، من هم تو رو در قلبم میکشم عمر.
برای چی اکای اومد؟ برای چی؟ برای چی نمیوید؟ برای چی سرما رو از دست میدی؟ کیای؟ کدام مهراب؟ انتظارت میشم. نمیدونم بچم در کجا باشد.